یک کاربر یوتیوب در اینجا سوال داده است. خب کی شما به تاجیکستان میآیید؟ کی که خداوند خواسته باشد، کی که این مبارزه ما نتیجه داد، انشاءالله برمیگردیم و کوشش میکنیم که این روز دیر طولانی نشود و ما هم مشتاق شما هستیم، مشتاق وطن هستیم. دعا کنید که هر چه زودتر به وطن برگردیم. سلامت باشید. یک نفر به نام سعید حمیدوف سوال کرده است. سلام علیکم استاد، من دو سوال داشتم. سوال اول، اگر پیمان ملی تاجیکستان سر قدرت بیاید بحث‌های سرحدی چگونه حل می شود؟ دوم، پول‌هایی که شما میگویید که به آفشور رفتند و فکر میکنم همگان میدونند علاج گرداندن به وطن، به ملت و حق ماست، الا وجود دارد؟ پیش سپاس. سلامت باشید. اگر سوال دوم را بعد فراموش کردم خاطر رسان کنید. درباره بحث‌های سرحدی، اگر پیمان ملی تاجیکستان به قدرت رسید، باید از حالا بگیم که این موضوع خیلی موضوع پیچیده است و آسان نیست. حکومت جمهوری تاجیکستان و خود رهبر امروزه تاجیکستان متاسفانه ملت را در یک وضعیت بسیار دشوار قرار دادند که یک پاره خیلی بزرگی خاک وطن را به کشور همسایه دادند بدون آنکه یک گفت و شنود جدی شود. پنهانی از ملت در پسی پرده ها این کار صورت گرفت. معمولا نسبت این گونه مسئله های مهم باید که رفرندوم برگزار شود، ملت نظرش رو بگوید و اگر کسی میخواهد طلب کند از ارشیو پارلمان جمهوری تاجیکستان اون صحبت های من در پارلمان را در روزی که این موضوع در پارلمان بحث میشد من چگونه صحبت کردم، بحثا داشتیم با وزیر وقت خارجه تاجیکستان جناب همراخان ظریفی و باید که این مسئله ها دیگر خیلی حل میشد. الان باید بگویم که اگر پیمان سر قدرت آمد با همسایه قوی و بزرگ مثل چین کاری آسان نیست در موضوع مرزها بحث کرد و به یگان نتیجه درست رسید. اما ما باور داریم که همسایه بزرگ ما چین وضع ملت تاجیک را در خواهد کرد و اگر ما مسئله را هم که گذاشتیم همچون یک نیروی ملت دوست وطن دوست خواهیم گذاشت و نه برای آنکه با همسایه بزرگ خودمون چین وارد مناقشه شویم و این را حق طبیعی خود میدونیم، حق ملت میدونیم و اثبات هم خواهیم کرد که رحمان در وقتش بدون مشورت با ملت این کار را انجام داد و باید که از ملت تاجیک نظر میپرسید و پیمان این نظر ملی را حتما خواهد پرسید. اما به هیچ وجه ما با همسایگان وارد مناقشه و جنجال های جدید نخواهیم شد، بلکه با راه گفت و شنید، اما گفت و شنید سربلندانه، قاطعانه و با نظرداشت منفعت های ملی ما این مشکلات را حل خواهیم کرد. اما درباره سوال دوم شما درباره پولهایی که در آفشور هستند، طبیعی است، این مال ملت است، این سرمایه ملت است و این گونه تجربه در جهان هست. شما شاهد هستید که پولهایی که خانواده اسلام کریموف به خارج به اروپا برآورده بودند الان برگردانده می شوند و البته یک قسم از این مبلغ ها یعنی به دست آمدن، به ازبکستان برگشتن از بانک های شویتزاری از دیگر جاها. پول هایی که معمر قذافی میلیاردها را به خارج برآورده بود به لیبیا برگردانده می شود. پول هایی که حسنی مبارک برآورده بود به مصر برگردانده شده ایستادند و طبیعی است که اون میلیاردهایی که خانواده رحمان به منطقه آفشور به صورت حساب‌های پنهانی برآوردن آنها یک به یک دارن آشکار شده ایستادن، حتما برگردانده میشن. و این را هم بگویم که اگر این پولها برگردانده شدن ما نه تنها یک راغون بلکه چند راغون و ده ها جاده ها راههای بزرگ کپروکا و شاید که صدها بیمارستان و مکتب های جدید خواهیم ساخت و این سرمایه ملت است که از طرف یک خانواده به بیرون برآورده شد و یکی از وظیفه‌های پیمان ملی هم در آینده همین خواهد بود. من حالا با استفاده از این فرصت یک پیشنهاد هم دارم به خود رحمان به خانواده که قبل از آن که ملت وارد کار شود وقتی آن است که این پولها را هر چیز زودتر خودشون برگردانند و در تاریخ ملت همچون یک دوست باقی نمانند. و حالا چه ضرورت است که ما برای ساختمان راغون پول قرض بگیریم، برای راهها از چین قرض بگیریم که تا امروز ما بیشتر از 3 میلیارد دلار در نزد کشورهای خارج قرضدار شدیم و هر یک شهروند تاجیک که امروز یا فرد و تولد می شود بیشتر از 300 دلار الکی قرضدار است. شما این پولهای ملت رو برگردانید و حداقل یکی از جنایت‌های خود را در نزد ملت صاف کرده اید. خب بیا
تشکر زیاد. یک نفر دیگر به نام النور احمدوف اینجا سوال دادن. استاد شما در نشست سرها با دیپلمات های دیگر کشورها بخصوص با کشورهای همسرها دولت ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان گفتگو کردید و مسئله های مرز رو به قرقیزستان چگونه شرح خواهید داد؟ متاسفانه با هیئت‌های کشورهای منطقه مثل قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان فرصت یا امکانیت ملاقات نبود. شما خودتان میدونید که این کشورها تلاش میکنند که از این گونه ملاقات ها پرهیز کنند، اما یک سلام علیک و بعض صحبت های حاشیه‌ای انجام گرفت. بیشتر ملاقات های ما با هیئت های دیپلماتیک کشورهای غربی بود و با سازمان های بین المللی. اما اونه که مشکلات مرزی رو ما چگونه حل میکنیم، یک قسمت من در سوال قبلی جواب دادم که برای گفت و شنید، ولی گفت و شنید خیلی هم قاطعانه با دلیل و سندهایی که در ارشیوها وجود دارد و مطمئن باشد ملت عزیز که پیمان ملی تاجیکستان یک وجب خاک ملت رو به کسی نخواهد داد و این رو ما جنایت میدونیم و صاحب زمین ملت است، نه پرزیدنت، نه پارلمان، نه کبیری، نه رحمان، نه کسی دیگر. هر یک وجب خاک این سرزمین مال ملت است و طبق کنستیتوسی هم پرزیدنت این کفیل یک پارچگی ملت و دولت ما هست. وقتی که ما زمین رو به کسی دادیم علاکه معنی رو دارد که پرزیدنت این مسئولیت کنستیتوشنی خود رو انجام نداده است، برعکس کنستیتوشن رو پامال کرد و برای این باید جواب بگیرد. اما یک مسئله دیگر است. من میخواستم با استفاده از این فرصت که درباره مرزها گفتید من این نکته رو هم بگم. من خبرها رو پیگیری کردم که حتی در این موسم دعوت جوانان به ارتش، حتی در واروخی که تمام این دهه این گوشه تاجیکستان، این دهه بسیار هم زیبای وطنمان تبدیل به مرزبان شدن، از مرز و بوم کشور دفاع کرده ایستادن، شبانه روزی قربانی داده ایستادن. حتی والدین این مردم را، این جوانان را در دهه واروخ به گروگان میگیرند تا اینکه فرزندان آنها را مجبوری از روسیه از جاهای دیگر بیارن به صف ارتش. من دعوتم از مسئولین حکومت این است که با کدام رو شرم و حیا نکرده شما مردمی را گروگان گرفته ایستادید که اینها بهتر از کمیته امنیت ملی، بهتر از مرزبانها، خدمات مرزبانی، بهتر از وزارت دفاع از مرز و بوم تاجیکستان با جانشان، با مالشان دفاع کرده ایستادن. شما حق معنوی ندارید اینها را گروگان بگیرید، حتی حق قانونی هم که ندارید، این قانونشکنی است. اما شما کسانی را گروگان گرفته ایستادید که آنها بهتر از شما از سرزمین خود دفاع کرده ایستادن. من یک پیشنهاد میکنم تا وقتی که مشکلات مرزی ما با قرقیزستان حل نشود، مردم اسپره بخصوص دهه‌هایی که در مرز قرار دارند و از مرز تاجیکستان دارند جوان مردانه دفاع کرده ایستادند، جوانانشان از خدمت ارتش آزاد کرده شوند. این مردم به این هم در خدمت ملت هستند، به این هم در مرز قرار دارند، به این هم هر روز مثل افسر، مثل سرباز بدون کدام سلاح، بدون لوازمات و پول بودجه از وطن از ما و شما دارند دفاع کرده ایستادند. باز چرا اینها که خودشون در مرز قرار دارن خدمت سربازی کرده ایستادن پیر و برنا، باز شما فرزندان اینها رو به طور اجباری به ارتش میبرید، پدر و مادر رو گروگان میگیرید. ما دعوت میکنیم از تمام مردم تاجیک این مسئله رو گذارند و تا وقتی که این مشکلات با همسایگان حل نمیشود، مردم اسفره و دیگر ناحیه‌هایی که در مرز قرار دارند، شاید من دیگر ناحیه‌های مشکلی رو هم داشته باشم، اینها فرزندانشون از دعوت به ارتش آزاد شوند. کافی است که این ملت امروزها دارند جسورانه سرزمین ما را دفاع کرده ایستادند. تشکر زیاد. نفر دیگر با اسم اوزش مادوف یک سوال کرده است. تشکر هم کرده است پیش و پیش و فکر کنم پیشنهاد هم هست. در همه شهرهای روسیه چی دیدش درباره انتخابات، برای انتخابات پرزیدنتی دیده شود، جدی دیده شود، هر شخص خواهش خودش رو گوید انتخاب کند، آیا این امکان دارد؟ چون پیشنهاد کرده است و درخواست کرده است. ببینید طبق قانونگذاری امروزه تاجیکستان صندوق‌های انتخاباتی تنها در سفارت‌ها و در نزد کنسولگری‌ها
گذاشته می شود. این معنی را دارد که ما در روسیه تنها در مسکو در سفارت و شاید در سنت پترزبورگ و شهرهای بزرگ مثل یکاترینبورگ و ایرکوتسک جاهایی که کنسولگری هست اونجاها امکان انتخابات صندوق انتخاباتی گذاشتن هست و مردم میتونن شرکت کنند. این معنا را دارد که تقریبا نزدیک 1.5 میلیون شهروند تاجیکستان از حق شرکت در انتخابات محروم می شود و این یکی از ظلم های هست بالای مردم تاجیک، یکی از پامال کردن حق طبیعی مردم هست و من نمیدونم حالا مردم تاجیک تا چه حد این انتخابات های آینده را جدی گرفته ایستادند، اما از نگاه ما این انتخابات ها هیچ معنی برای ملت دیگر ندارند، یک صحنه سازی بیش نیستند. انتخابات های قبلی تا حد میتوان گفت که یک کمی رنگ و بوی انتخابات داشت، چون احزاب اپوزیسیون وجود داشتند، نامزدهای الटरनेटिوی وجود داشت، اگرچه آنها هم تقلبی میگذشت اما یک مبارزه در اون وجود داشت. امروز که اپوزیسیون از صحنه داخلی بیرون کرده شده است، طبیعی است که در انتخابات ها یگان نامزدی الटरनेटिوی واقعی شرکت نخواهد کرد، یگان حزب الटरनेटिوی یا مخالف شرکت نخواهد کرد. چند حزب یا چند نامزد کیسگی که از خودشان ساختن اینها را میارن در انتخابات همچون نامزد مستقل معرفی خواهند کرد که طبیعی است که ملت تاجیک این را خوب دیگر درک میکند. از نگاه ما این انتخابات دیگر هیچ معنی ندارد. حالا ما به یک نتیجه نآمدیم که آیا مردم را به بایکوت آن دعوت کنیم یا نه. بهتر است که مردم به جای آنکه یک روز خود را وقتی آمد و رفت به سفارت به کنسولگری میکنن و ما میبینیم که همه روزه نه تنها پول خرج میکنن بلکه در وقتی آمدن باز در مشکلات با پلیس اینها میشود. بهتر است که دنبال کار خود باشند و منتظر باشند که پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهای مبارز موقع خود را بعدا نسبت این انتخابات ها رسما اعلام خواهند کرد. تشکر. سلامت باشید. نفر دیگر با اسم وای فای سارا. جناب کبیری، اگر شما پرزیدنت شوید نسبت رحمانوف و خاندانش چی خواهید کرد؟ ببینید ما نسبت رحمان و خانوادهش هیچ غرض شخصی نداریم. قانون مسئله این خانواده را خواهد دید و ملت هر چیزی که قانون گفته است و هر جنایتی کردن در پیش قانون جواب خواهند گفت و ملت خودش بهاگذاری خواهد کرد. بخصوص اون بخشی از ملت که این شخص و شاید قسما از دست خانواده مورد شکنجه قرار گرفتند. فرزندان کسانی که مالکیت خود را از دست دادند توسط این خانواده، بازارهای آنها، مالکیت آنها ربوده شد، آزادی آنها ربوده شد و ملت خودش این مسئله را حل خواهد کرد. هیچ شخصی، هیچ گروه، هیچ حزب حق ندارد به تنهایی تقدیر آینده این شخص و این خانواده را معین کند. من برای همین بار دیگر دعوت میکنم که مردم بخصوص طرفداران و اعضان پیمان ملی از این گونه اندیشه ها و حس نفرت، کینه و انتقامجویی پرهیز کنند و همه چیز را حواله کنند به قانون و به خود ملت. تشکر زیاد. نفر دیگر سوال کردن چرا شما و جانبدارانتان در سخن گفتن با ایرانی ها تقلید میکنید؟ دوستی عزیز، این تقلید کردن با کسی نیست. شاید بله در صحبت های ما بعضی کلمه هایی که کلمه های فارسی هستند یا در زبان رسمی فارسی ما رایج هستند اما استفادهشون شاید در تاجیکستان امروزه چندان رایج نیست و به گوش شما یک کمی بیگانه می نماید. اما بدانید که این کلمه ها، این اصطلاح ها در زبان فارسی زنده و رسمی وجود دارد. طبیعی است که وقتی که یک نفر با ادبیات یک کشور یا رسانه ها بیشتر آشنایی پیدا میکنه، شناس میشود، این در زبان گفتگوش تاثیر دارد. مثلا ما وقتی زمانی که در شورای بودیم بیشتر در زبان گفتگوی ما کلمه های روسی بیشتر استفاده میشد که اون زمان اون را کلمه های اینترنشنالی میگفتن و حالا مثلا ما که در اروپا هستیم بیشتر شاید تحت تاثیر کلمه های و واژه های زبان های اروپایی قرار بگیریم و کسانی که بیشتر ادبیات یا رسانه های فارس زبان رو پیگیری میکنن اونها تحت تاثیر اون گویش یا اون شیوه گفتگو قرار بگیرن. اما شما به هیچ وجه این را یک نمود تقلید حساب نکنید، بلکه این یک روند طبیعی هست
و آهسته آهسته ما باید با حدی برسیم که زبان رسمی تمام کشورهای فارس زبان، تاجیکستان، ایران و افغانستان یک زبان مشترک باشد. البته من منظورم زبان رسمی و زبان کاری هست، اما همزمان دیگر همه ما، هم این کشورها و هم قوم‌هایی که در این کشورهای سه‌گانه زندگی میکنیم، هر کس حق دارد، میتواند و باید همچنین باشد که با لهجه خود، با گویش خود، حتی با زبانهای محلی خود گفتگو کند. تشکر. نفر دیگر با اسم بهادور عبدالله سوال داده است که شما کی در روسیه دیاسپورا میکشید جناب کبیری تا که ما را کمک کنید؟ ما مهاجرین تاجیکستان احتیاج به کمک های شما داریم. متاسفانه از حکومت تاجیکستان هیچ امید و کمکی نیست. دوستی عزیزم، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌ها حق قانونی باز کردن دیاسپورا در روسیه را ندارند، اما این معنا را ندارد که ما کمک نخواهیم کرد، بلکه ما راه‌ها و وسیله‌های دیگری همکاری را حتما با مهاجرین پیدا خواهیم کرد. یکی از راه‌هاش این است که پیمان ملی تاجیکستان و انیق‌ترش بعضی از نفرانی که عضو پیمان هستند بعضی سایت‌های حقوقی را راه اندازی کردند. برای مثال جمشید یاروف، حقوقشناس و ادوکات، یک سایت مشورتی و حقوقی را راه اندازی کرده است که حالا با نام حقوق ما، در آن شما میتوانید سوالهای خود را مطرح کنید و او همچون حقوقشناس، نه تنها او بلکه دیگر حقوقشناسان به سوالهای شما جواب خواهند گفت، با شما مشورت‌های حقوقی خواهند داد و اینچنین از امکانات دیگر متخصصین در که روسیه هستند شما میتونید استفاده کنید. شاید بهتر اون است که ما با بعضی از سازمان‌ها و شخصیت‌ها دیاسپورایی که در روسیه هستند و رسما فعالیت میکنند با آنها همکاری را آغاز کنیم تا اینکه بتوانیم یک کمی هم باشد از مشکلات شما سبک کرده باشید. انشاءالله من این پیشنهاد شما را جدی خواهم گرفت و به مسئولین پیمان خواهم رساند و اینها هم که الان میشنوند در آینده نزدیک ما یک سیاست جدید را نسبت همکاری با هموطنان مهاجرمون در روسیه راه اندازی خواهیم کرد. خب تشکر زیاد. یک نفر با اسم فید ایبی حالا مستقیما در اینجا سوال کردن که پیمان و یا مصرف و یا بودجه سالانه پیمان ملی تاجیکستان چقدر است؟ البته ما در اینجا حالا گفته نمیتونیم که بودجه یا خراجات سالانه پیمان چقدر است. طبیعی است که این یگان سیر نیست، اما گفتن آن هم در اینجا ضرورت ندارد چون ما اون خلاصه گیری نکردیم و شاید در صحبت های بعدی وقتی که ما از مسئولین سوال کنیم که در سال گذشته بودجه پیمان چقدر بود اون را به شما خواهیم گفت. اما این را هم باید به هموطنان عزیز بگویم که حزب و حرکت‌هایی که در چون یک شرایط دشوار هجرت قرار دارند امکان ندارد که یک بودجه خیلی هم بزرگ داشته باشند. ما نه حکومت هستیم و نه مثل حزب حاکم، حزب خلق دموکراتی از بودجه دولت، از امکانات مردم به طور اجباری استفاده میکنیم، بلکه هر آن امکاناتی که ما داریم باز هم از حساب همون اعضا و طرفداران مهاجر خودمان هست و خدا را شکر که الان دیگر بعضی هموطنان ما نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای دیگری سابق شوروی هم شروع کردن به کمک رساندن به ما، چون احساس کرده ایستادن که آن کاری را که ما انجام میدهیم در نهایت به نفع ملت و به نفع هر کدام آنها هست و ما امیدواریم که در آینده این کمک ها و این امکانیت ها برای پیمان ملی تاجیکستان بیشتر خواهد شد.